سفسطه نگو شوکت. گپی تو رو گرفته گناه گرفتیم. وقتا کم شده ایستاده است. من میروم. بچه کجا میره؟ من قطعی میرم. با تو چی شوکت؟ با تو چی؟ چی؟ باز از پس من تعقیب نکنی. فهمیدی؟ از پسش میرویم دخترها. مراد بسیار جوانی با تربیت و زیبا هست زینب. عزیزم این کلچه قند شخصی ما است، از این ها نمیفروشن. به این هم اونقدر با مزه نبود. تو چرا باز این لباس ها رو پوشیدی؟ چه خوب از اون آدم خلاص شده بودیم. بلا میخوایی ملیسا؟ بلا میخوایی؟ آخر مادر چی کار کنم؟ کمال تنها 3 سالی آخر و عدنان جسور رو به یاد دارد، دیگر کسی رو نمیشناسد. چه خیلی خوب آخر حافظش رو از دست داده است. او خوراک صبح خوردهش رو نصف روزی به یاد نمیآورد. چی درد داری تو؟ چی درد داری؟ مادر کمال مرا فراموش نمی کند، فهمیدی؟ مرا نباید فراموش کند. خاموش ملیس. او جسور برادر، تو اینجا هستی؟ من طاقت نمی کنم، میروم. خب بخیر است کمال برادر، بسیار خوشحال می نمایی. هیچ نپرسیدم برادرم، یک عروس داشتم رو دعوت کردم، میخوام که او رو با تو شناس کنم. چی؟ عروس؟ برادر تو که عروس دار شدی؟ انا دیدی اومد. جناب کمال، دختری در پوشیده شما را انتظار است. رفتم جسور برادرم، تو رو شناس کنم. من میکشم تو رو. کمال چرا مرا به اینجا دعوت کردی؟ چرا میبود آخر؟ مگر ما دوست داشته نیستیم؟ چه خیلی دوست داشته آخر؟ ما جدا شده بودیم کو؟ ما جدا شدیم؟ کی جدا شدیم؟ راستا 7 سال شد آخر. 7 سال. البته آخر حافظه من در جایش نیست کو. معذرت میخوام، اینجا یک خطاگی شده است. ما چرا جدا شدیم؟ حافظه من در جایش نیست، به یاد ندارم. اوچا جان مزدیک سیستم بیادم. مگر این دختر از من شده است؟ کمال چه زنی حامیله رو ترک کرده گم میشوی ها؟ نه این خیل نیست عدنان آخر. انیخ اینجا خطاگی است، به این هم من این خیل نمی کنم. ولی چی ها گفته ایستاده شما آخر؟ این کودک از کمال نیست. پس از کیست؟ نفیسه شما اینجا چیکار کرده ایستادید؟ انا شوهرم هم آمد. عزیزم این دو ابله تو رو ناراحت میکنند. نه هیچ گم نشده است عزیزم. کسی زنی مرا ناراحت میکنه دست و پایش رو میخ. نه برادر آرام شو آخر آرام. یا خدایا ما با زنی تو کاری هم نکرده ایم. وای ما خدمتگار میکفتیم، برای همین دعوت کردیم. همین خیلی است نفیسه؟ ها همین خیلی. نه در خانه اینها کار کردن نمیتوانی نفیسه. اینها آدمان خوب نیستند. بذارو میرویم. رفتیم. کمالی سیابه تو این میزه بد، مگر یک زنی شوهر داره که کودک دارد نگاه کرده گم میدهی؟ هیچ نپرسد نه، هیچ چیز رو به یاد ندارم. دیدی وقت زیاد است که جدا شدم، خبر ندارم. من حافظه تو رو برمیگردانم. من حافظه تو رو بیا کمی هوای تازه گیریم. دلگیر شدم. رفتیم. کمال اینجا چیکار میکنی؟ رنگی ددیو میگردی؟ این کیست؟ شناس میکنم اکا، جوان مردی بهترینی محلمون عدنان جسور. سلامت باش. بیا رویم. بیرو پسرم، بیرو عدنان جسور. این مرده کیه؟ میلیس. دیگر کی میشود؟ میلیس می؟ آخرین دادری دوست داشته تو حافظه‌اش رو از دست داده است. تنها همین عدنان جسور رو به یاد دارد. برای همین میلیس این خیلی پوشیده است. یه چی گپایه؟ وجدان ایستاده میجه خانه نیست، دیوانه خانه شدگی. میلیس رو اینجا میبینی لباس عدنان رو میپوشد، مراد رو میبینی با لباسای ملاقی در محله میگردد. این خودت گبزه همینم کار شد. عقلت نمیگیرد ها، عقلت نمیگیرد.
تو فکر کردن گیر. من رفتم. این بدبخت گذران کو. آخر او هم ما را نشان دادن میخواهد. باز منتظر میکند ما را. حاضر میآید که کمی دیگر منتظر شویم؟ منتظر چی میشویم؟ من او را از کودکیش میشناسم. او هیچ نمیآید. بیا میرویم. او دامولا سلام نداده میرود. سلام علیکم محترم دامولا. علیکم سلام. اکی جوهر به محله ما دامولای نو آمده است. یه بانه نمی نماید. او این جوان رو گویا که من میشناسم. اوه شوکت، گپی توی ابله را گرفته احمق شدم من. اکنون چیکار میکنم من؟ یا خدایا، این سوال از سرم دور نمی شود. سرم را گران کرده. خوبترش هجری را یافته از او باید خواهش کنم. خوب، ولی این را از هجری چه خیلی میخواهم. رحمتی استادم زیاد زنده می بود سوالم را از او میپرسیدم. او هم نیست. این سوال را از کی میپرسم آخر؟ استادم زیا؟ استاد جانم نمرده است؟ غیر از او دیگر کی با لباسی دامولاگی در کوچه میگردد آخر؟ استادم زیا؟ یا خدای توبه کردم. آخر او چه خیلی فهمید که من دامولا زیا هستم؟ از صدایش معلوم شد که او باید از من سوالی را پرسان شود. آرام شو، آرام شو کلتکیل است. سراسی من نشو. چه خیلی سراسی مگی آخر حاضر او سوال میپرسد؟ گریز کلتکیل است، گریز. استاد زیا؟ ایستید استاد. استاد ایستید. یک سوال دارم باید بپرسم. استاد التماس ایستید. اوه نهایت خلاص شدم. استاد زیا؟ استاد اجازه دهید یک سوال دارم بپرسم باید. مراد؟ هجری؟ آخر من تو رو با این لباسهای دامولاگی دیدم فکر کردم که استادم زیا هستی. میبخشی هجری، من استادت زیا نیستم. میدانم مراد تو نیستی. در اصل استادم مرده است. چی دانم آخر من تو رو با این لباسهای دامولاگی دیده فکر کردم که شاید یگان معجزه شده است. مایلش چه خیلی دیدی از پسی تو بیهوده دویدم برادر. اگر تو استادم میبودی جانم رو فدایت میکردم. چرا این خیلی لباس پوشیدی مراد؟ عملیات داریم هجری. حاضر از پس جنایتکارها هستم. بعدن گپ میزنیم. مایلش. استاد مراد یک سوال پرسم ممکن است؟ نه هجری، من استاد زیا نیستم کو. کمیسر مراد هستم. استاد مراد، ای مراد، یعنی پیش از خواب رفتم پایهای زنت را در درون تغاره بشویی جایز است مگر؟ چی؟ استاد موی سر زنت را بافی ثواب میگیری؟ چی؟ نفهمیدی؟ آها، استادم زیا هم با سوالهایم همین خیل حیران میشد. استاد جانم گوش کن استاد. اگر زن تو را مجبور کند که پایهایش را بشویی، مثال پایهایش را در تغاره بشویی، با فکر تو این کار برادرم مراد جایز باشد؟ سوال خوب دادی هجری. البته مردهایی که پایهای زنانشان را میشویند ثوابی بزرگ میگیرند. یعنی این کار محبت را زیاد میکند. عالمان بزرگ همین خیل میگویند. تو چی میگویی مراد؟ یا خدایا، من چی گناه کردم؟ از سوالهای هجری راهی گریز نیست مگر؟ هجری، من 100% هم فکری عالمان هستم. اگر پرسی چرا، تو به این هم میپرسی. مردی که پایهای زنش را با صابون میشوید معنای این را ندارد که وی زن کلان است. این از آن گواهی میدهد که بین آنها حرمت و احترام است. مرد مسلمان باید نسبت زنش با احترام رفتار کند. ماشاءالله، ماشاءالله، مثل استادم زیا جواب دادی. چون که استادت زیا من هستم هجری. پایهای زنت را بشوی، لیکن احتیاط کن که زنت از خود نرود. ماشاءالله، ماشاءالله. بازم این هجری، نه تنها پایهای زنت را بلکه دست و رویش را هم بشوی. اگر ضرور باشد می توانی سر و تنش را هم بشویی. ماشاءالله، ذهنی برا داری برادر، مثل استادم زیا. یعنی جایز است همین خیلی استاد؟ البته که جایز است هجری بای. زن بود چون جان آدم، قوت و درمان آدم. بهترین استاد. زن بود چون جان آدم، قوت و درمان آدم. زیبی دسترخوان آدم دوامش.
خدا از تو راضی باشد. رحمت از همه‌مان. با این لباسهایم یافتن زهرا غیر امکان است. یک راه است، آن هم از هجری یاری پرسیدن. هجری لبای مراد. ای مراد، من به تو دعوتنامه نامزدیم را ندادم. فراموش کردم. آخر هر وقتی که سوال به سر من آید عقلم از دست می رود، هیچ چیز رو فکر نمی کنم. اگر به نامزدیم نویی از تو خفه می شوم. جورا تمام، ولی این را از او چه خیل می خواهم. نمی توانم گویم که جنگاور بودنت را آشکار کن و برای یک تشکیلات کار کن. نه، با هجری چنین کرده نمی توانم. زندگی هجری را سوزاندن نمی خواهم. تمام هجری، به نامزدیت حتما می آیم. خیر سلامت باشی. تمام، تو هم در امان خدا باشی انشاءالله. رحمت برادر. این هم بسیار دانا بوده است ماشاءالله، مثل استادم زیا. 2 سال است که سوالهایم جمع شده بود. از این پس سوالهایم را از مراد میپرسم. майдачаам занг мезанад. алло алло, ҳиҷри ту дар куҷо ҳастӣ? бояд барои номзадиамон омодагӣ бинем, фаромӯш кардӣ? гӯш кун, ҳама ин ҷо мунтазири ту ҳастем. тамом, зуд меоям майдачаи ман. ҳиҷри ҳозир меояд. биёед мо ҳам ба дарун дароем. рафтем модар духтарон, мо ҳам бигзарем. якум ман дуюм. салом, сози тенҷи аке кано. ту дар куҷо мегардӣ? мо инҷо 24 соат вазифаи муҳофизро иҷро дорем ки сайра медевона санамро надоздад. ту дар ким куҷоҳо мегардӣ ҳайвон? очхеда ким куҷо мегардум ака? анализпурӣ рафта будам, гуфтум яке коронавирус нагузашта бошам. баъд зӯрора гуфт. че зӯро ҳа? ту чо мегӯӣ ҳайвон? зӯро гуфтам ман? ами коронавирус ба фикрам таъсирам карда. сайра медевона санамро намедузад. ҳаминро гуфтани будум ака. сарпарма ҳамин вирус вайрон карда ака. номои одаморо аллараш ҳарчи мегум. сами бин микрофон кор мекунӣ. алло, дамҷаи сами ҷои? ту дар он ҷоист. шумо маймунсанаматонро муҳофизат кунед. ман магар ҳиҷриямро ба ӯ мегузорам? имшаб он маймунсанаме ки ҳиҷриямро гирифт аз номзадиаш медуздам. куҷо шуди содиқ? зуд натиҷаи денкаро бигӯ. комиссар, натиҷаи денкаро дидем. нафаре ки дар қабр хоб аст зӯҳро шанин нест. медонистам. шуд тамом. раҳмат содиқ. ба беморхона рафта духтуре ки зӯҳраро ҷарроҳӣ карда буд меёбам. бародарам аднани ҷасур, охир офизаи ман дар ҷояш нест ку? ҳар нафаре ки хоҳад маро масхара мекунад. охир ту маро хуб мешиносӣ. яке раваду ягон кас маро фиреб кардан хоҳад, ҷазояшро медиҳӣ? ай бас камол бародар, охир ман инҷо барои чӣ ҳастам дигар? муште ки ба ту мезананд гӯё ки ба ман задааст. намедонам. раваду ягон духтар барояду гӯяд дӯст доштаи ту ҳастам. ман ӯро содавор бовар мекунам. ту чиҳо мегӯӣ камол бародар? ҳа, ҳеҷ духтар ба ту ин хел намегӯяд. бе ин ҳам ту як аблаҳие кардаӣ. аблаҳӣ кардам? хайр, вай дӯст дошта. кист вай? мелис. вай мисле ки ба ёдам каме ҳаст. аз куҷо мешиносам охира? ҳофизаи ман дар ҷояш нест. кӣ буд мелис? чӣ хел духтар буд? зебо буд? хуб буд? бисёр зебо. на худа? бале, мисли асал ширин аст. дар бораи ангат чӣ гуфта истодаӣ? ҳофизаам онез гуфта ҳар чӣ мегӯӣ? ай бастай, гӯш кун, аҳволат бад мешавад. ай бас камол бародарам, ин хел мешавад магар? мо янгаро ғам намедиҳем. яъне бе ин ҳам мелис беҳтарин аст. мисли панҷситора расо маҳқул кардаи ту ба ҳамин хел духтарҳои беҳтарин ошиқ мешавӣ. эвое, акнун мелисро бисёр дидан мехоҳам.
тақдирро бубина аднан бародарам. Як духтар ба сарамон бо сковородка мезанад, дӯст доштаамро ба хотир оварда наметавонам. агар ҳофизат барнагардад як бори дигар онро ба сарат мезанам. аднан бародарам, ту маро бо Мелис шинос намекунӣ? охир айбас Камол бародарам, парво накун, бесабрӣ накун, ман туро бо Мелис шинос мекунам албатта. шерина расти ту. салом. духтур ҳомид иззат дар куҷост? бояд зуд ӯро бубинам. домуло, духтур ҳомид худо раҳмат кунад, соли гузашта мурд. вафот кард? не, ғайриимкон аст. не домуло, тақдири илоҳӣ аст, муҳлаташ ба поён расидааст. мурдааст, гарчанде шумо хубтар медонед. домуло ҳастед. ман домуло нестам, комиссар Мурод. комиссар ҳастед? ба ман зуд бояд ҳуҷҷатҳои зуҳро шаниро нишон диҳед. дарҳол. чӣ шуд? чаро истодӣ? ҳуҷҷатро пайдо накардам. чӣ хел пайдо накардӣ? зуд ҳуҷҷатҳои компютерро бубин. зудтар бош, зудтар. комиссар, ҳуҷҷатҳоро касе тоза кардааст. чӣ хел тоза кардааст? кӣ тоза кардааст? намедонам комиссар. گوش میکنم. جناب خواسته بودید که نسبت زورا شالی یگان چیز رخ دهد به شما زنگ زنم. بله، چی شد؟ جناب نفر با نام کمیسر مراد درباره زورا شالی بعضی سوالها پرسید. چی پرسید؟ جناب با فکرم این پلیس میداند که زورا شالی نمرده است. چون خواست که با اولین دکتری که او را جراحی کرده بود صحبت کند. این را چخیل فهمیده باشد؟ نمیدونم جناب، ولی من گفتم که حجتات تازه کرده شدند و دکتر مرده است. شد، خوب کردی. یگان گپی دیگری شود مرا خبردار کن. فهمیدم جناب. چرا مرا با اینجا دعوت کردید؟ یگان چیزی شده است؟ پیش از خارج رفتنم خواستم که تو را ببینم. برای همین دعوت کردم. دیگر بر نمیگردید؟ به فکرم تو هم باید با من روی دخترم. چرا؟ چیزی هست که من نمیدونم. کمیسر مراد زنده بودنت را میداند. چی؟ چی خیلی رو فهمید است اخیر؟ نمیدانم. دکتری که جراحی کرده بود مرده است. حجت ها هم نیست کرده شدند. یعنی چهره 90 را فهمیدنش غیر امکان است. ولی تو بی این هم با دقت باش. به هیچ کس نگوی که زهرا شنلی هستی. کمیسر مراد شاید از پسی دختری نقابدار شبهه کرده باشد که تو زنده هستی. نه، من اینجا با خانواده با اویلم زندگی کردن میخوام. اخیر خسته شدم. خوب مایلش خودت میدانی، اما دانسته باش شخصیتت را به هیچ کس آشکار نکن. کمیسر مراد از پسد است. از وی آدم دور باش.
акай канон ман рафта омодагӣ бинам майлаш بیاین دخترم ما هم بگذاریم مسجد تفتیش کردم تورا داشته باشیم بدریم پروا نکنید به این هم اون قشلاقی با ما کاری نمیکند سایره میده اونا هم نیست دیدم خیر بیاید مادر جان گذارید رفتیم همه جا آرام همه جا تنج مرا گوش کنید شما اینجا ایستاده اطراف را نظارت کنید فهمیدید؟ هوا акай канон мо магар амри маъруфро гӯш намекунем не имрӯз гӯш намекунед сайрами девона ҳар лаҳза метавонад ояд ӯро ба масҷид наздик шудан нагузоред тамом ака мо дар ҳамин ҷоем бепарво бош ҳамин хел нест ҳамин вайроншавии ҳозима зардаҷӯш боднокии рӯдаҳо харобгардии фаъолияти меъдаи рӯда туршии аз меъёр зиёд ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда برای من کمال سیاه را بیاره لازم شود محل را تکرر کنه کمال سیاه را رفته بیاره این چی رو بس اینجا مگر این در خیال است یا که فشارم پرد شده است توبه کردم استغفر الله بازی از چه است سیاه پوشا از من چی میخواهد کمال سیاه در کجا است کمال سیاه سیاه پوشا کمال سیاه را چی گفت است اینجا نگو کنی هاشا نجات اینجا آمدن یاری دیگه اومد کچه هست کمال سیاه در کجا است واه نینزا نینزا؟ کمال سیاه در کجاست؟ نهایت هجر را خاندار میکنیم مراد و زینب را اگر خاندار کنم دیگر از من دیده خوشبختر آدم نیست او عیب است آخر جناب عظمی مگر مرا با سیرم خاندار نمیکنید آخر جناب کنان دیوانه هم باشیم آنقدر دیوانه نشدیم که تو را با سیرم خاندار کنیم بعدن آماده مرا هم تو را هم تخت تخت بپراند این کار نمیشود هیچ گپ نمیشود چه گپ است آنجا دیدم در کار اینها کی هستن باز ها؟ نینزا ها بیشرف ها ای بچه همی کاری خود مکم بود که با ما سنا محافظت میکنیم بابای خودی چی کار میکنه سلاح نداره پوری محافظ داره که با جایه با دقت باشیم که باز اکای کانون ما رو اینجا نبیند باز نگویی که نگفتی از کجا میبیند از همون میبیند از سپوتنیک میبیند بیزار شدیم همین زندگی چی گپای اینها نینجا نیستن مگر یه بچه نینجا در یاپونیا میشه در اینجا چی کار میکنه شاید از خیتای آمدند میدونی یا چی هم اینا رو بینده مسکه دارن ای خیتای گریختگی ای ویروس من هم همین را گفته ایستادم مال خیتایی چه خیلی که خواهد میشود کو بینیم این کرونا ویروس ها چی میخواسته باشن سازمی او کجا
اینجا به چی گم کردی تا؟ در تریتوری ما چی میکنی؟ شاکر شد سوال پرسید کنی جواب بده یهو. کمال سیاه در کجاست؟ شما کیم گفتم؟ آشنا این پرسید. دهونش بسته است که برای همین نشنیدی. سمی بکش بروک تا مسئله شما بینیم. سمی چیکار کردی؟ داشته نتوانستم. این ستیل پند ایستادن کو؟ سمی خوی خوردم گفتم زودتر باش خوی خوردم. یا باشان محل رو به شما نمیدیم. بزنید حالا نینزه حقیقی من هستم. نیزه ما هم اومد. نیزه حقیقی منم. نزدیک شد نزدیکت. آن جنگاور هم آمد. جزای همتان را میدهم. حاضر به همتان نشان میدیم. نجات دهنده ما جنگاور نجات دهنده ما سخت بگیرست که ویروس خپت میمری. آخر ما چی گناه کرده باشیم ها؟ شوکت جو چی کمیسر مراد یادم ما کلی میکشم. در محله ما نیزه پیدا شده. شما کی هستید ها؟ داملا با داملاهای احترام زیاد داره ولی این دو ابله رو به ما دهید. این حاضی دهنو بلیسه میشکنم میمون. اگر توانید آماده گیرید. میخورمتان بازای خرمن آرامم. شما با این نینزه ها چیکار دارید؟ ما یگان گناه نکردیم. خودشون نینزه کردن کمال سیاه را گفتیستم. آه کمال یک بار سرت را در بلا گرفتار نکنی نمی شود. اینش از آنش بدتر از خیر بچه ها. با دقت باشید. مالش کمیسر کیلسی بعد رو خوشرو شده. استاد نینزه ها محله را ایهوتا کردن. تو را گفتیسم. چی خیل نینزه آخیر؟ انا آمدن. کمال سیاه اکنون کاری تو تمام شد. زنده نمیخواهم. کارش را تمام کنید. در سرش زن تا که نخیزد. بزن کمال بزن. در سرش بزن تا که نخیزد. بزن کمال.
آخران مشت را من میزنم. اوز کیرای چی گپ شد؟ این افای دیوانه اونای کو من باز برمیگردم. منتظر شو. گریختند. جمع کنید همشه بردارینشون. خوب هستی کمال؟ خوب هستم. ما پلیسو برای چیم؟ میبرین 02 زنگ بزنی. کمیسر زبید آخر کمیسر مراد با ما هست کو؟ حضرت برای چی در کوچه ها با لباس دومولوگی میگردی؟ برادر پشت ویروس ها شده پرسیدن نتونستم زهرا را یافتی بعد؟ نه به مکانی که زهرا جراحی شده بود رفتم. دکتری که او را جراحی کرده است مرده است. حجت ها هم نیست کرده شدند. وها نه با چی کار میکنیم؟ نمیدونم برادرم. نقشت به کار نامد. نقشه من 100% ویرونش نکن. آج پروست با زهرا روبرو نشده. دیابلا کنی میبینیم چی کار میکنی کمیسر مراد. زینب تو اینجا چی کار میکنی؟ او مراد نیست؟ برادر زهرا یافتیم کو؟ این چی علاقه دارد شوکت؟ ای بچه اگر زهرا دختر نقابدار باشه باید خشرو بجنگه. انیق همین دختر نقابداره. اگر دختر نقابدار باشه انیق همین زهرا های. دیدی؟ سالای جلک تو را چه بسیار نگاه کن. انیق همین زهرا های. جورا رفتیم پیش بدرو. زهرا یافتیم. گپا کم کو پیش بدرو. مراد العین باز چی هیله داری تو؟ با جیلک و سلای دومولوگی میگردی. باز همراه رفیق کرت کلاس میگردی. انیق چی هیله داری تو بدبخت؟ مراد چرا اون دختر رو تعقیب میکند؟ زینب و عالم چرا از پس اونها تعقیب میکنن؟ یا خدایا. یعنی زهرا داره اینجا زندگی میکرده است. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوبم. همش خوب هستی. این کی باشه؟ خوبم. تو چه خیلی؟ نمیدونم. بچه جان آمده. بچه جانی من تو رو بسیار یاد کردم زاکر جان. ای بچه این زهرا شو کرده با گودکدار شده بوده کو؟ زهرا این را چه خیل به من روا دیدی؟ برادر این دختر چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ زنده بودنی تو رو نمیدوند. اگر داند هم روی تو رو نمیشناسد. با فکر من زهرا را فراموش کن. سفسطه نگو. من این خیلی نافهمیده گفتم. آخر از کجا میدونی که زهرا است؟ بین هم تو ما را با اینجا بیهوده آوردی. مایلش برادر گپی تو. با فکر من زینب عالم یگان شبیه زندگی تا بردن گیر. زهرا دیگه نیست. مایل این دخترم زهرا نبود. ممکن شکر بردنش مرغاب دیگه نمیبینیش. بیهوده گویی نکن. زهرایم به من هرگز خیانت نمیکند. تو خیانت کردی کو؟ نکردم. کی کردم؟ تالتاکیل از گویا زینب عاشق نیستی؟ نه نیستم. عاشقی؟ نه نیستم. عاشقی گفتم. عاشقی گفتم. نه نیستم. خیر نیستی عاشقشون شو آخی. چه دیگه میفورد؟ یا زینب عالمه یک شبیگی بگرد آخی. یه 100 دانه باشه ایا نادان بپرس. زینب عالم بیچاره را با امید کرده ادمو دویده گشتن. آنها از پس من نیستن. ای پس با خدا ای پس گشته است. هیچ کس از پس من نیست شوکت. خب که شما از پس من میگردید ها؟ تو با این لباس دومولوگی از پسی دخترها رفته شرم نمیداری ها؟ حیف بر تو ابله. مگر تو با این لباس دومولوگی احترام نداری به تربیه؟ یک لحظه خانم زینب من مراد رو گوش کردن میخوام. شاید جنوبی مراد یگان جوابی خوبی میدهد.
من جواب میتونم. اینجا یک نفهمی خورده که کشیدگی حلش میکنیم. ینگا جانم. ینگا جان؟ باز چی خیلی ینگا ها؟ من ینگا گفتم و این خیلی گفته مرده که امی میگن که خیلی گب دستر چی میره و از این پادم ویروس آمدگه، کرونا ویروس. من مراد گفتم که خانه ویروس نداشته باشه یا دیزینفکسش کن. حاضر همینجا یک دختر گفته استیم که برای خانه میره توزه کنه برای ویروس نگذره شه. ها بله. کوری خونه؟ برن قالیناشو بشوان، پرداشو شوان اوتی کنن. جناب مراد یک چیز بگویم. چرا به من نگفتید من خوراک میپختم، لباس شما رو دستمال میکردم؟ بخشیشو تو از کجا میتونی خوراک پزی دستمال کردن و لباس شوی رو ها؟ تو رو مانیکیور کن، پدیکیور کن. شب میکنی ها؟ تو رو هم میبینیم. کو بینیم کدومی زوره؟ میکنم. پس کارهای خانه جناب مراد رو هر جامون تقسیم میکنیم. میشود؟ خوب. یک دقیقه در خانه من چیکار میکنید؟ با تو چی شد؟ چرا بینی ما میدروی ها؟ خونت رو نمیخوریم، پروا نکن. من میخوام با این خانم کمی کارهای خانه رو نشان دیم. آخر او هم زن است، باید تواند. ولی به یک داور احتیاج داریم. شما من داوری نمیتونم، رحمت کردم. این خیلی باشد جناب مراد. چی؟ داور؟ ولی من اصلا قبول نمیکنم که تو داوری کنی. این چقدر دختری یک رو است. برادر خدا نجات دادی، ویروس ها قپیدند. بله از پشت تو شد شوکت. مرا با اینجا آورده، میبینی چی شدم؟ قسمتت. کاش که من خانه میداشتم میرفته تازهش میکردی. عجب در اینجا چی باشد؟ بچه این سیرم پیش از نامزدی یگان نامعقولی نکند. ما کمی راحت شویم. آها، دو قورباغه لالگی با هم روبرو شدن. اکنون بطل سر می شود. انشالله که او پیش از نامزدی به سنم یگان ضرر نمی رساند. اکای کانون پیش از اونه که اونها با هم دیگر نچسبند، ما میگویم شاید یک یوری تاجیلی رو زنگ زنیم، آمادگیمون رو بینیم. تو چی ها میگویی ابله؟ ما اینجا بیهوده نشستیم مگر؟ نه آخر یکی از اینها سیرمی دیوانه، دیگرش سنمی به جهل آمده. ما خوبترش یک یوری تاجیلی رو زنگ زنیم، برای خوبی کار آمادگی بینیم. من باوری دارم که در این گلبز سنم غالب می شود. من میگویم انیق سیرمی دیوانه غالب می شود. سنم البته که سیرمه، سبستا نگوید. اما البته که ما زیادی شدت هستیم، مخصوصا نسبت زوراوری به زنها. توی نزدیک شده ایستاده است، رویت سوپ سرخ شده است، مثل که سوخته ایستاده. بخیر است؟ در آخر این کار که غالب می شود تو منتظر باش میمون. کنی خزید من جون محمد سر کردیم. بله دخترا. کدامید اریال میگیره، کدامید ریشکره؟ ریشکا. اریال. اوه ریشکا. کنی بینیم چی هست در تقدیرت.
یک دست صدا ندارد، دو دست صدا دارد. بسیار دغدغه نکن دختری بیروزی. байни ману ҳиҷрӣ надаро ки аниқ месӯзӣ. ин маймун санам маро механдонад. мисли уштурум бисёр воҳима карда нагард. сайрами девона ҳавоятро кам мекунад. санам шавад мунтазир, мисли ту нест бетақдир. номзадиаш сар шавад, душманонаш кору кар шавад. дар чаманзор мисли гурбаи сиёҳӣ, дар замин мисли кокутӣ. маро сайрами девона мегӯянд. ман ҳамаро месӯзонам. тӯи санам сар шавад, сайрам бошад хар шавад. ба мо зарар расонад, аниқ дар бадар шавад. қаҳваҳоро мечинанд, донаашро майда мекунанд. дар макони мо як одат аст, дӯст нодошта ҷудо мешаванд. خانمان و جنابان، حسابی بازی؟ تو غالب شوی نشوی دلم با تو از سیرم. اکای کنون میگویم همین سیرم دیونا رو عصبی نکنیم نمیشود. اکای کنون همین شعرهای سیرم یکم معنی قافیه نداره. خودت را نگیر معلمه، هجری هست در دل من. در دل وی من هستم، تو بسیار مکن واهمه. رحمتی کلام اکاها سلامت باشید. کنی بشین میمون سنمی درون خالی. من شدم پهلوان، تو باشی در اینجا من. چی شد؟ ترسیدی که خستی؟ آبرویت ریخ دختری به حیا. از این محله دفع شو دیگر نیا. کنی بیا قوت داری؟ دقت. این بار انیق سایرمی دیوانه میبرد. چخیل میبرد؟ در همون وقت هم میگه پا گفته بودی نگی سنم غالب اومد. بینگا چخیل سایرم بای میداد است. خاموش شو حیوان. کاری این دخترها رو ببینیدن؟ دست من با قوت است ولی من ایلوه میکنم. انیق شرمنده میشوی. تو هستی دختری به آبرو. با خوبی گم شو از اینجا. درونم پر از غم است. هر کسی مرا جدا کند هر دو چشمانش کور شود. روز سیابوی شیزم قافیه نداشت. مایده در پیش پایم میافتی. قوش من اگر هجریم را به دست ناورم خود را دور میکشم. فهمیدی؟ غالب شدم. گل را در آب تر کردیم، توی صنم و هجری را سر کردیم. بعدی توی امام باشد سری سیرم را کل کردیم. آخر این میمون صنم چخیل مرا مغلوب میکند. او جادو کرده است. جستجو کنید از برش تومار میبراید.
تو چمپیون دل من هستی سایرام. چی؟ چقدر چمپیونی دل کنونی دیوانه؟ من میخوام که او را جستجو کنن. این دختر دوپینگ زده است، دیگر یگان راه ندارد. اوه اکی خیچه حبیب گرفته، ایش خیچه کانر مگریگر. آخر دخترها رفته شرطتان را در دیگر جای بکنید. من خودم کار زیاد دارم. روید از اینجا. خاموش شوی. آخر با کاری تو چی کار دارم من؟ چی کار کردی ها؟ اوه شما خانه ما رو تازه میکنید یا اینکه ویران میکنید؟ هیچ چیز نشده است. در رو میکوبن، در رو. آهسته آهسته خواهش میکنم. ای بچه دروی کن. زبید در اینجا چی گپ های؟ خیلی چی گپ است؟ یک طرفی است؟ یا خدایا توبه. شما در اینجا چی کار کرده ایستوده؟ نمیبینیم اگر زبید توزگی کرده ایستوده. کنید رقب. من نفهمیدم. بعد دیگه جون نیفته که خونه مرا در توزه میکنی زینب؟ اینجا رو انتخاب کردیم جناب زبید. همینجا رو انتخاب کردیم؟ بله. زینبی چی کاری کرده گیتا ها؟ هیچ نپرسم کارا. با سرمان بلا خریدیم. هر دویشون یک جا شدن. هر دویشون یک جا؟ ها. حیوان لباسای دومولوگی را پوشیدی و نیکو کردی ارزش ها؟ چی سفسته میگویی؟ چه خیلی نیکاه دومولوگی؟ بخشش یک لحظه. یک طرف استید جناب زبید. تو بدبخت رفیق خوب نیستی. همین هم میدونی که هر وقت از پشت من خنجر میزنی ها؟ چی ها میگویی همکارا؟ یا خدایا هر دوی اینها شرط کردن. یکیش میگوید من خانه رو خوبتر توزیع میکنم، دیگرش میگوید من میکنم. هر دوی این شرط کردند و خانه رو مسکن خود کردند. من چیکار کنم همکار؟ چه خیلی شرطه؟ بله زینب جان. داور دیگرمون هم انا اومد. میگویم که مسابقه رو آغاز کنیم. چمپیون معلوم است ولی آغاز میکنیم. خوب جانم. چی گپ مرا بفهمونید؟ به مسابقه خوش آمدی زبید جان. مسابقه آغاز شد. نفس کشیده نمیتونم. بس تمام شد. بس کنه داخل شد. آخر نفسم گرفت. آخر مراد کرپات پری چنگ میبری یک بار بوشوشان توزه شوم. من ایلگی چنگ خواب دارم طاقت نمیکنم. بله وقت تمام شد. اتوکاتون یک طرف گذارین. یا خدایا کرته هایم. خانم زینب بسیار خوب تو کردید. مبارک شود. تمام. سوزن ها رو یک طرف بمونید. وقت با پایان رسید. که بینیم چه خیلی دختره. مبارک شود. زینب گرین خشر دختره. تبریک میکنیم. گپش آقای. تشکری زیاد.
بله، یعنی این تگمه در این کاستوم 100 سال نمیکند. آفرین. آفرین، تبریک میکنم. چی خیل شده هستن کنی من بینم؟ دروغگوی. تگمه دختگیم رو کندو خیر. بخیلک. همکار بخدا در اینجا تقاگی میکنی. تقا دیوانه شه. بخدا گپ ندارم. آفرین. 1 دقیقه. در اصل شما حیله میکنه جناب زبید. خانم زینب، در این دور غالب اومدید. به دور دیگر گذشتید. تبریک میکنم. نه، خانم عالم غالب شد. زینب غالب شد. عالم غالب شد. زینب غالب شد. عالم غالب شد. زینب غالب شد. عالم غالب شد. زینب عالم غالب شد. مرحمت. مرحمت. تورتی زور. یا خدایا چقدر تورتی با لذت بوده است. تبریک میکنم خانم عالم. دستتان درد را نبیند. عالم ببین، باور کن تورتی پختگی یگان میده مزه نداره. باور کن نونی قاقای تورتی تده با مزه. عالم ببین بی مزه. مگر همینم تورت است؟ چقدر بیمزه. تو مزه تورت رو چی میدونی آخیره؟ آخی مراد مزه تورته که جا میدونه. تات خورده باشه که مزه تورته بدونی. خیر، غالب رو اعلان میکنم رفیقان. در مسابقه غالب عالم شد. خانم زینب، من غالب شدم جنابی زبید. من غالب شدم. تشکر. مرحمت گذارید. همه اومدن. مهمون بسیار اومد. کنی ایس بینم. سنم، این لباس ها بطور بسیار میزیبد و فکر مادرم خوب کرده است که گفته است اینها رو بپوش. تشکر زیاد بنفشه جان، ولی مادرم مرا با این بیند بسیار عصبی می شود. санам, ман рӯи туро бинаму наврӯз кунам, шабро ба раҳи омаданат рӯз кунам рӯз.
بسیار زیبا شده ای. هجری را به دست آنها نداده باید زودتر زهره را یابم. یا خدای با من یاری کن. ساعتی دیگر منکل است. به نزد ما جنگاور رو بیار. سراغه را میدانی. برای پیدا کردن زهره این آخرین فرصت است. سلام علیکم. سلام. تشکر. خوب هستید خانم؟ گوش کنید مرا. امشب آن دختر رو ندزدیده به خانه هایتون بر نمیگردید وگرنه همه‌تون رو میپرونم. چیکار کنیم سایرم دیوانه؟ حاضر آن میمون صنم رو از درون برآورده به مکانی که میگویم میبرید. فهمیدیم سایرم دیوانه. روید از پس کارتون. او را نگرفته نآیید. مایلش. انا اکنون مسخره رو میبینیم میمون صنم. ای بچه برای چی جیلک سالتا کشید دیوانه شده؟ زورای خیلی نمیشناسته؟ ای بچه چه مرای خیلی نگاه داری؟ بیا بریم در پایان خونه خالی هسته جیلک و سالتا پوش التماس. شوکت رو از اینجا. به این هم از پشت تو شرمنده شدم. به اخلی آدم بین راست گفتن که در این زمان خوبی کنی ضرر روز میبیره. شوکت زود برو. رو برادرم زود باش. تو با این به اخلی زهره را هیچ وقت نمیابی برادرم. جیلک ساله را میبرم در مسجد میمونم. من از بازی برامدم. انا میخیل کمال سیاه زیبا سنمه به تو گفته بودم یعنی ملیس عقلی تو را تماما ربوده بود. باز بسیارتر او رو دیدن میخوام. در کجا است و در کجا میبینم او رو؟ برادر چخیل به خاطر نمیاره. چند بار به تو نشان دیم. لعنتی همش از پشت اون دختری لعنتی شد. از لحظه که به سرم زد دختری دوست داشتم رو به یاد نمیارم. ایمونه خیلی میزگید است. تشکر. با من همه چیز میزیبد. جناب مراد اگر مخفی نباشد از شما یک سوال میپرسم. البته مرحمت پرسید خانم. وای چه خیلی پرسم نمیتونم. شما از خانم زینب خوشتون میآید؟ زینب؟ نه البته که خوشم نمی آید. این را از کجا برآوردید؟ خوب تمام. من به این همین خیلی فکر میکردم. من جوابم رو گرفتم. تشکر زیاد. خانم زینب از شما یک سوال شخصی پرسم؟ البته. مراد در مقاله؟ مراد؟ این رو از کجا برآوردی بس؟ یعنی در بین شما قدر کارها گذشت خودت میدانی. مگر من در این خیل وضعیت نبوده ایستادم زبید؟ استغفرالله جانم. نه از مراد خوشم نمیآید. خستک میزنه میجری و سنم میآیند.
هیجری با تمام می آید. مبارک شود بچه. مبارک شود. بسیار جفتی زیبا. مبارک شود. شما دیدی چقدر خوش نوشیده چقدر بی دست و شهید. شما هم به امروز مقصد برسید، به همین رو برسانه شما. تشکر خانم. مبارک شود. خوشبخت باشید. بسیار زیباست، بسیار زیبا. آی قادر، این آسیا دخترم رو چیکار کرده است؟ دختر زیبا هم رو دهاتی کرده است. ولی بسیار زیبیده است جانم. ای بس کن از برای خدا قادر. چقدر زیبا. خدا خوشبخت کند. آمین. آمین. تنه دست پدر را بسد. مبارک شود. شوی بچه. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. دستم رو سر بید. تا این طرف بیا. این طرف بسد. میکنم برقصم. بینیست. رفتیم از اینجا هجری صحبت کردن. من همین خیلی آفرین آقای سعدی. لبای مراد تو رو گوش میکنم. این را از تو چه خیلی پرسم نمیدونم، ولی از من چی میخوایی که مراد؟ هجری، آنها میخواهم که تو را با نزدشان ببرم. نفهمیدم. آنها کی هستند مراد؟ همش رو حال میکنم. خاموش کرد. این چی گفت؟ نفهمیدم. این مردم کجا شدن؟ رقاص ها کجا شدن؟ سلام. آی خودی سنم در کجاست؟ آی خودی با خدا دخترم رو دزدیدن. خدایا چی گپ شد؟ سنم در کجا است؟ نیست. آی با خدا دخترم رو دزدیدن. زود جستجو کنید. سنم را پیدا میکنی. سنم جان به بالا نرفته باشه. نمیدونم کجا شده باشه؟ سلام. سمی سنم کجا غیب زد؟ سر دهید مرا چیکار میکنی؟ بسیار گپ نزن، با ماشین سوار شو. زودتر باش. یک طرفی سر ده. زینب سنم کشیده باشه. لعنتی ها، من به شما نگفته بودم که چشمانتان را کلام بشوید؟ ها؟ تیلق ها، حیوان ها. سیرم باز کاری کردگیش را کرد که خدا لعنت کند شما را. برای توی یا من میبیل سلطان میبیل خرید رفتم. سمی تو کجا را نگاه کردی؟ هجری بچم کجا شید؟ بچم نیست. هجری را دزدیدن. خدا هجری همینجا بکو.
ای بچه من رسیدن آخ بچم در کجا های ای خدای بچه آ چرا شما اینجا ایستاده؟ زود رفته اون رو پیدا کنه زود باشه زودتر دوزیده باشه دخترو رها کنید. باز تو کی هستی؟ این رو فهمیده نمیتوانید. ایش جنگاور تو مرا رها نکن. تو برو هجری آید و او مرا نجادی ها. تو برو. کنی این مسخره باز را بزنید. سرده اینجا بیا. رو از اینجا سرده مرا. آنا سرده میگویم سرده. گیر دستت رو. چی کار میکنی سرده؟ با کجا میبری مرا؟ من با تو چند بار گویم آخر من با تو گفتم مرا نجات نده آخر چرا تو گپ رو نمیفهمی؟ غیر از این من نامزد هجری هستم فراموش نکن با جای آنه که مرا هجری نجادیت تو نجات میدی این چی کار است؟ ایست حاضر من با تو نشان میدیم کجا میگرزی تو اینجا بیا سانمیز چیکار میکنی؟ رها کن کمیسر مراد من جنگاور رو میپرانم ایست تو آرام شو از اینجا نرو من رفته حل میکنم شد دستگیر کن او را بعد بیا کمیسر مراد دستگیر کن آه دختری دیوانه قریب مرا میکشت جنگاور ایست جنگاور ایست ایست جنگاور ایست هجری میدونم که تو هجری هستی جنگاور چهرت را از من پنهان نکن لازم نیست چقدر شد که میدونی؟ مهم نیست این تو کی هستی مراد؟ من استاد تو زیا هستم هجری به من باید یاری کنی هجری برای پیدا کردن زهرا به یاری تو احتیاج دارم маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ русӣ хитоӣ кӯриёӣ олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва
хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.